صاحبان صدها اتومبیل صنایع استحصالشان تا سال 2005 که بعد قرار منع واردات این گونه ماشین ها به کشور وارد کرده شدند منتظر حل مشکل خود می باشند. مقامات اتومبیل های این تاجران را 3 ماه باز در شهر بوستان شمال تاجیکستان نگاه می دارند و با گذشت هر روز ضرر مالی آنها می افزاید. حکومت تاجیکستان آخر ماه ینور سال جاری با قرار واردات اتومبیل ها و وسایط نقلیات سال تولیدش تا 2005 را به قلمرو کشور منع کرد و از 15 فوریه این قرار به حکم اجرا درآمد. حدود 1300 اتومبیل کهنه را که دیرتر وارد شدند مقامات به صاحبانشان نداده نگه می دارند. صاحبان این اتومبیل ها هر روز به امید شنیدن حل مشکل و گرفتن ماشین های خود به جای نگهداری یا توقفگاه می آیند. غیرت جان غنیزاده ساکن شهر خوجند می گوید خبر منع واردات ماشین های سال تولیدشان تا سال 2005 را آخری ماه ینور وقتی شنید که در آلمان 8 اتومبیل خریده به لیتوا انتقال داد و از آنجا با راه آهن به تاجیکستان روان می کرد. او افزود اکنون پایده شدیم که همین هر روز امروز پگه این هفته میشد شدیم. اکنون هیچ کس هیچی نمیداند. خیلی ضرر کشیدیم خطیه باید تنشه گیریم. اکنون به گفته مصاحبم مبلغ نگهداری یک اتومبیل در شبانه روز 10 سامانی را تشکیل می دهد و آن بر دوش صاحب خودروها است. افزودن این مبلغ نیز صاحبان ماشین ها را نگران کرده است. فاضل یک تاجر دیگر که 12 اتومبیلش در گمرک درمانده است میگوید برای خریدن آنها از بانک به مدت 3 ماه قرض گرفته بود و اگر گرفتن ماشین هایش طول کشد یا اصلا اجازه فروش در تاجیکستان را ندهند خانه خراب خواهد شد. این مصاحب رادیوی آزادی میگوید شرکتش او و شریکانش را دلپور کرده است که تا آخر همین ماه مشکلشان حل شده اتومبیل های آنها به رسمیات گمرکی درآورده خواهد شد. ولی از ریاست گمرک سوخت روز 29 می در صحبت با رادیوی آزادی این را تصدیق نکردند و یک کارمند این نهاد بدون افشای نامش گفت که در این باره خبری نو گفتن نمیتواند. و این در حالی است که مقامات ریاست گمرک سوخت ماه فوریه سال جاری گفتند که حکومت تاجیکستان جهت دستگیری تاجرانی که اتومبیل های خریده آنها زمان قبول قرار منع واردات اتومبیل و واسطه های نقلیات سال برارششان از 2005 پایین به کشور در راه بود همه چاره های ضروری را می اندیشد. با این هم مقامات گمرک گفتند که حل این مشکل به دست آنها یا مقامات دیگری نیست بلکه در اختیار حکومت تاجیکستان است که آخر ماه ینور قرار مذکور را قبول کرد. فعلا با گذشت 3 ماه مشکل حل نشده باقی مانده است و صاحبان صدها اتومبیل محبوس در شهر بوستان میگویند که به نامه و مراجعت های آنها عنوانی مقامات گوناگون کشور تا حال رسیدگی نشده است.